به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با درود بر روی پرفتوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. دوستان صنفیای عزیز، استادای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخوایم اپلیکیشنی که ساختیم برای شما معرفی کنم. قبل از او میخوایم یک تشکری داشته باشم از انستیتوت تکنیکی و مسلکی، از مؤسسه روپانی، از WFP به خاطر همکاری‌هایشان، به خاطر زمینه‌سازیشان و همچنان استادای محترم که زیاد زحمت کشیدند در این مدت تشکری و سپاسگزاری میکنم. موضوعاتی که شامل ارائه ما میشه معرفی اپلیکیشن است، ساحه کاربرد از اپلیکیشن است، مزایایش است، مشکلات در صورت عدم استفاده از اپلیکیشن است، راه‌های فروش و دسترسی مردم به اپلیکیشن است و همچنان معرفی اپلیکیشن در شبیه ساز. معرفی اپلیکیشن که اپلیکیشن یک اپلیکیشن مدیریتی است که در این میتونیم افراد، عواید، مصارف یک سازمان یا یک نهاد در این چی کنیم، ثبت کنیم و ذخیره کنیم، آرشیو کنیم. و این به خاطر ثبت کردن اطلاعات، چون اکثر نهادها که است عاید و مصارف این چیز مهم است که باید ایره سنجش کنه، چه عاید میکنه، چه مصارف میکنه و امی اطلاعات باید پیشش سیو باشه، ذخیره باشه و آرشیو کنه ایره. ساحه کاربرد از اپلیکیشن باشگاه یا کلاب های ورزشی است، پانتون‌های خصوصی است، مدارس است، همچنان مراکز آموزشی است که ما اپلیکیشن که ساختیم فقط مختص باشگاه یا کلاب های ورزشی است. از این بانده که تغییرات و کدنویسی میتونیم که در بخش‌های دیگه، نهادهای دیگه استفاده بکنیم. مزایای از اپلیکیشن: آسانسازی مدیریت یک نهاد که میتونه با اپلیکیشن مدیریت یک نهاد خیلی آسان شود، راجستریشن آسان، آرشیو و دسترسی آسان سریع به اطلاعات که میتونیم با یک سرچ کردن به اون اطلاعاتی که میخواهیم دسترسی پیدا کنیم. محافظت دائمی از دیتا است که همیشه دیتای ما پیش ما می باشه. سهل سازی محاسبات مالی است که می عواید و مصارف خود اپلیکیشن برای ما چی میکنه، برای ما محاسبه میکنه و چقدر عاید کردیم، چقدر مصرف کردیم و سود خالص ما چقدر است. ایجاد امنیت دیتا برای نهاد است که میتونیم این یک نکته مهم بگوییم، به خاطر که امنیت خیلی مهم است، کسی دزدی کردن نمیتونه دیتای ما را سرقت کنه. مدیریت آسان اپلیکیشن که میتونه چند تا مدیر داشته باشه، ادمین داشته باشه، یکی دو تا سه تا، که ادمین ها میتونه کل کارا رو اپلیکیشن کنه و مدیرا که محدودیت وضع کردیم که میتونه مثلا راجستریشن کنه، ادیت کنه، دیلیت و چنج پاسورد و این چیزا کردن نمیتونه. و آسان بودن اپلیکیشن که میتونه آسان از اپلیکیشن استفاده کنه. همچنان مشکلات در صورت عدم استفاده از اپلیکیشن است: مشکلات در راجستریشن، مشکلات در محاسبات مالی، سخت شدن کار اداری نهاد، عدم دسترسی به موقع به اطلاعات، خطر مفقود شدن یا از بین رفتن اطلاعات، عدم امنیت برای اطلاعات و فاش شدن اطلاعات به تمام اعضای نهاد یا سازمان و ضرورت به یک مکان مخصوص برای آرشیو. اگه اپلیکیشن نباشه، یک نهاد مجبور است که اطلاعاتی که می باشه، مثلا عاید از مصارف از شاگردایی که مثلا ثبت نام میکنه یا رو باید سالانه ماهانه باید تیر دوسیه کنه، در یک جای نگهداری کنه، که هم یک از مشکلات میتونه باشه. راه‌های فروش از اپلیکیشن: بازاریابی آنلاین است که میتونیم از طریق سوشال میدیا بازاریابی کنیم و اپلیکیشن خود سودا کنیم، در دسترس مردم قرار بدیم. بازاریابی حضوری است، میتونیم در کلاب های ورزشی، مثلا برای پانتونا و مراکز آموزشی میتونیم برای معرفی کنیم و این اپلیکیشن خود بفروشیم. و همچنین از طریق گذاشتن در اپ استور، پلی استور، گوگل اینا است. و یا اسکرین شات هایی است که از صفحه لاگین و اینا است.